امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه‌های سطحی راهبری در شهر و نواحی و دیگر شاخه‌های حکومت دولتی تعیین گردیدند به حضور پذیرفتند. ضمن صحبت با متخصصان ساحه سرور دولت فعالیت مسئولین هر یک ساختار و مقامات دولتی را با مثال‌های مشخص و تحلیل‌های عمیق بهاگذاری نموده در نزد کادرهای تعیین شده برای رفع مشکلات و حل مسئله‌های موجوده وظیفه‌های مشخص گذاشتند. گزارش خبرنگاران ما 13 январ در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه‌های سطحی راهبری در شهر و نواحی و دیگر شاخه‌های حکومت دولتی تعیین گردیدند به حضور پذیرفتند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عالمزاده سهراب از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان آزاد گردیده علیزاده نظیرمند به این وظیفه تعیین گردید. رئیسان ناحیه‌های فردوسی شهر دوشنبه، قبادیان ولایت ختلان، شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و مسجاه ولایت سوغد با سبب و کار دیگر گذشتنشان از وظیفه آزاد گردیده به این وظیفه ها جوانان کاردان و متخصصان ورزیده تعیین گردیدند. میرزازاده نظام با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از وظیفه معاون رئیس کمیته ساختمان و معماری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد و با وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان تعیین گردید. در دستگاه مرکزی و ساختارهای پروکراتور گنرالی در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان و سوغد و شهر دوشنبه تغییرات کادری صورت گرفت. ضمن صحبت با متخصصان ساحه سرور دولت فعالیت مسئولین هر یک ساختار و مقامات دولتی را با مثال‌های مشخص و تحلیل‌های عمیق بهاگذاری نموده جهت رفع مشکلات و حل مسائل موجوده وظیفه‌های مشخص گذاشتند. با نظرداشت اوضاع امروزه جامعه جهانی که پیچیده و پیشگویی نشونده میماند، ما باید از هر وقت دیده با مسئولیت بلند به اجرای وظیفه‌های خود مناسبت نماییم و در پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان سهم نظر گذاریم. آن نقشه‌هایی که تا جشن 30 سالگی استقلالت دولتی به عهده گرفته ایم سر وقت و با صفت بلند اجرا نماییم، تاکید نمودند پیشوای ملت. توجه خاصه به حل و فصل مسائل اجتماعی، پیشگیری همگونه قانونشکنی، تامین ولایت قانون، خدمت پاک وجدانانه و صادقانه به خلق کشور خود از نقطه‌های اساسی هدایت‌های سرور دولت بودند که ضمن ملاقات ابراز گردیدند. بیننده‌های عزیز، اکنون شما را با شرح فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت مملکت آشنا می‌سازیم. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان آزاد نمودن عالمزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عالمزاده سهراب خواجه با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 январи سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد نمودن گیازاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم گیازاده عزیز قادر با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 январи سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آزاد نمودن یوسفی. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم یوسفی محمد رحیم با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 январи سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه قبادیان ولایت ختلان آزاد نمودن فیض‌الله زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم فیض‌الله زاده ظفر خیرالله با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس ناحیه قبادیان ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 январи سال 2020.
فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه مسجح ولایت سوغد آزاد نمودن عزیزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عزیزاده غیرت ملا محمد با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه رئیس ناحیه مسجح ولایت سوغد آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 ینوری سال 2020 درباره از وظیفه معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عثمان زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند عثمان زاده فتح‌الدین بدردین با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 ینوری سال 2020 درباره از وظیفه معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد نمودن نورعلی مرحبا. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند نورعلی مرحبا میر با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 ینوری سال 2020 درباره از وظیفه معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن میرزازاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند میرزازاده نظام یوسفی با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 ینوری سال 2020 درباره از وظیفه معاون دیرکتوری مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه آزاد نمودن حکمت زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند حکمت زاده عبدالصمد حیدر با سبب به نفقه برآمدنش از وظیفه معاون دیرکتوری مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان تعیین نمودن علیزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم علیزاده نظیرمت سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فنلاندیا تعیین نمودن حق داد. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس حق داد محمد شریف محمود همزمان سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فنلاندیا تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهیگری نروژ تعیین نمودن قلندر. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری استریا قلندر ایدیبک همزمان سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهیگری نروژ تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین نمودن جمعه زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جمعه زاده جمعه شافقیر رئیس ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تعیین نمودن عثمان زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم
عثمانزاده فتح‌الدین بدردین اجراکننده وظیفه رئیس نهایی فردوسی شهر دوشنبه تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه مسچوح ولایت سوغ تعیین نمودن عزیززاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عزیززاده طاهر میرزا رحمت اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه مسچوح ولایت سوغ تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه قبادان ولایت ختلان تعیین نمودن صدرالدین زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم صدرالدین زاده بدردین طلبک اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه قبادیان ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 13 ینوری سال 2020. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 ینوری سال 2020 درباره معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین نمودن سعیدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سعیدزاده بهرام برات معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 ینوری سال 2020 درباره معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تعیین نمودن کریمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند کریمزاده اردشیر اسمان معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم.